این تخته قرار شما رو به یه چالشی بکشه و یه مقایسه‌ای باشه بین چیزایی که دوست داری. خب شروع کنیم. اگه یه گزینه رو حذف کنین یعنی دیگه از دستشون میدین. الان بین وسیله نقلیه و موبایل کدوم رو انتخاب میکنین؟ فکر کنم موبایل برای من با ارزش تر باشه. حالا بین خونه و موبایل؟ خانه. بین رفیق و ثروت؟ رفیق. انتخابت کدومه؟ میشه من برم؟ خب چرا عزیز من؟ سخت شد. چه میکنی خواهرم؟ به نظر من دوتاش یکی رو باید انتخاب کنی برادر من. به نظر من ثروتی که با شغل خوب به دست نیاد ارزشی نداره، چون ثروت راههای زیادی میتونه داشته باشه، نه صرفا راه بد، راهی که آدم بهش علاقه نداره. خب بین رفیق و ثروت کدوم؟ الان رفیق. ما یه رفیق بیشتر نداریم اما واسمون بس. 100 تا ثروت هم ما بهش میدیم برای همون رفیق. رفیق به مرحله بعد راه پیدا میکنه. اگه پای خونواده بیاد وسط چی؟ باز اینجا 100 تا رفیق یه تار موی خانواده. احساس میکنم که خانواده ارزشش بیشتر. آفرین باریکلا. بله. حالا بریم گزینه بعدی که خیلی سخته. بریم؟ بله. ارزش احترام 100% داره. چو ایران نباشد تن من مباد. ملت برای همه، من نمیتونم سر خانواده خودم یک ملت فدا کنم. افراد خانواده خودشون هم راضی هن که برگه سمت راست بره بالا، چون برگه سمت راست مجموعی از این خانواده هاست، مجموعی از افراد یک جامعه هست. خب مشخصه مملکتم ایران ترجیح میدم به همه اینا. کشورمون هم ثروت، هم خانه است، هم خانواده. خب حالا جمله اصلی کامل شد. با ارزش‌ترین دارایی من کشورم هست، چون بدون اون بقیه هیچ ارزشی نداره. واقعا جمله درسته.